محله صندوق عدالت و خمیران چهلتن، دو محله‌ای که در کنار هم قرار دارند. یکی از 7 محله شهر رشت خمیران کیاب هست که در این محله خمیران کیاب محله صندوق عدالت و چهلتن هم جزئی از همین خمیران کیاب محسوب می‌شده. در نقشه سال 1336 هجری قمری هیئت اتحاد اسلام هم نام این محله‌ها ذکر شده. 62 ساله، نزدیکای 45 سال میگه. دور میدون قبلا قبرستون بود. 40 نفر اونجا دفن کرده بودن زمانهای قدیم، به همون خاطر اینجا رو خمیران چهلتن گذاشتن. برای نامگذاری محله خمیران چهلتن روایت‌های مختلفی وجود داره. در همین پشت سر ما الان فضای سبز رو می‌بینید، در گذشته مزار 40 پیر و بزرگ همین محله بوده و بهش میگفتن که خمیران یا محل تجمع چهلتن. در روایت دیگه اومده چون در این محل مردم شمع روشن می‌کردن و 40 روز به دعا و نیایش می‌پرداختن، چهلتن میگن. اما یه روایت دیگه وجود داره به خاطر نزدیکی همین مسجد امام جعفر صادق به مسجد سید ابوالقاسم دسته و هیئت‌های با شکوه‌تری رو مسجد ابوالقاسم برگزار می‌کرده و 40 تن از جوانان همین منطقه اومدن در همین مسجد در ایام محرم و دسته بسیار با شکوه‌تری رو برگزار کردن و به احترام اون 40 نفر اینجا 40 تن نامگذاری شده. مسجد امام جعفر صادق خمیران چهلتن و صندوق عدالت بیش از 110 سال قدمت داره. اما علت نامگذاری محله صندوق عدالت چیه؟ صندوق عدالت رو چرا میگن؟ صندوق عدالت دقیقاً نمیدونم، به خاطر اینکه قبلا بانکی نبود. یه صندوق بزرگی بود اینجا، کسی که امانتی داشت فلان خب میومد اینجا میذاشت. دوران ناصرالدین شاه یه صندوقی توی این محل گذاشته بودن به نام صندوق عدالت که مردم شکایت و چیزی اگه داشتن داخلش بذارن و از اون موقع تا به امروز این محله اسمش صندوق عدالت نامگذاری شد. در عصر ناصری به دلیل شکایت‌های بسیار زیادی که از والی‌های مختلف و دربار وجود داشته، ناصرالدین شاه تصمیم می‌گیره یک صندوق چوبی رو در میدان ارگ تهران درست بکنه تا عریضه‌های مردم رو جمع‌آوری بکنه تا به شکایت‌های مردم رسیدگی بشه. و بعد دستور میده که صندوق‌های دیگه‌ای رو هم در شهرهای مختلف بفرستن که این صندوق‌ها توسط 3 امین که در خود همون دربار ناصرالدین شاه بود به شهرهای مختلف از جمله شیراز، قزوین و رشت رو هم ارسال می‌کنن. همین جایی که الان ما قرار گرفتیم در همین محل یکی از همون صندوق‌ها رو میارن و در اینجا قرار میدن. روزهای دوشنبه و جمعه عریضه‌ها توسط چاپارهای دولتی یا همون پست‌های امروزی به دربار ارسال و پاسخ‌ها داده میشد. اما بعد از مدتی برخی والی‌ها به دلیل شکایات زیاد و احساس خطر مأمورهایی رو قرار میدادن که جلوی این نامه‌نگاری‌ها گرفته بشه. در محله‌های صندوق عدالت و خمیران چهلتن هنوز هم تعدادی خونه و بافت قدیمی دیده میشه. محله صندوق عدالت و خمیران چهلتن در تقسیمات شهری در منطقه 2 قرار داره و به خیابان‌های امام خمینی لاکانی و بلوار حافظ متصله.